به نام حضرت دوست که هر چه دارم از اوست. رفقای گلم سلام، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال خودتون. آقا موضوع این ویدیو از چه قراره؟ همونطور که مشاهده میکنید من الان توی یک جزیره گیر افتادم که دور تا دورم هیچ نیست، همش آبه، فقط یک کشتی هست و یک پیلیجر اوتپوست. کاملا منطقی. حالا چالش که من برای خودم گذاشتم اینه که من توی کمتر از 100 روز خودم رو مجهز بکنم و برم اندر دراگون رو بکشم. بدون حرف اضافی بزن بریم تو کارش. تخت خوابمون جور شد، خوبه. یه پیچکس هم بسازم. ایول ترایدنتش رو بهم داد. آقا چقدر حال میده. من اینا رو با وسیله خودشون میزنم. یادته با همین منو میزدی؟ حالا بخور. ای اسکول نگاه کن. این بوتوهای خشکو میکنی بهت استیک چوب میده، خیلی خوبه. یک تبر سنگی بسازیم بیفتیم به جون درختا. دو تا بلاک بذارم دستشون، اینا به من نمیرسه. اوه کریپر، آقا نتک، وای برو بالا برو. 26 بار درود ویژه بهت کریپر. 26 بار درود ویژه به اونی که خواست خوش به بازی اضاف کنه، اشتباهی تو رو به بازی اضاف کرد. خفش سیاه‌پوست. خدای صحنه نگاه تا انتحاری میخوام میام بهت نزدیکشم بترکم. چه وضعیه؟ بله کریپر 4 پشت سرم ترکید. ای خدا! ای خدا! دارم دیوونه میشم. خدا! بیا حداقل اینجا با ترکیدن کمکی بکن. بچه‌ها من نمیدونم شاید دستم و آیتمای دستم نشون داده نمیشه. اگه راه حلی دارین واسه این مشکل بگین، حتما کامنتاتون رو میخونم. الان میخوام خاک‌ها اینجا رو بکنم یه سطح صاف درست کنم.
اینم شد نتیجه کار، خیلی صاف و یک دست. این پایینم یک راه درست کردم برم دنبال زغال و آهن و اینجور چیزا. بریم ببینیم تو کشتی چی هست، اصلا چیز خوبی داره واسه لوت کردن. امیدوارم بتونم حداقل چند تا آهن بردارم، حداقل اگر دایمندی نداشت. اوجی واقعا برگم، اصلا چه چست خفنی. یک دونه قطب نما داره که مختصات این پورتال رو نشون میده. وای خوبه یه دونه لاوا پول هست، میشه باش ندر پورتال رو درست کرد. چه درخت خوشگلی، چه درخت خوشگلی. با اون بازی نکن. اوکی؟ یه دونه کمپوستر رو درست میکنیم، هرچی گل و گیاه هست بزنیم بهش بونویل در بیاد. یک خونه 2 طبقه میخوام بسازم، یک طبقهش روی آب، یک طبقهش زیر آب. رفقا من تا این پایین نگاه کنین، تا بدراک کندم اومدم پایین. بعد ولی خب هیچی نبود، نه زغال بود نه آهن، اصلا دایمند که هیچی، حتی مس نبود که من بکنم. اصلا سازنده این موب چه ذهن مریضی داشته، هرچی اور بوده از تو بازی حذف کرده. خدای نگاه کنین من چقدر کندم. الان شما نگاه کنین، آهن وقتی نباشه نه سطل آب میتونه بسازی، نه کلنگ آهنی میتونی بسازی که دایمند بکنی. دایمند هم نباشه که ابسیدین نمیتونیم بکنیم پورتال ندر بسازیم. حالا من موندم چجوری بازی رو ادامه بدم. امیدوارم توی این پلیجر اوتپوست چیز خوبی باشه، حداقل واسه لوت کردن به دردمون بخوره. به خاطر اینکه آیتمامون محدود هست و چیزامون از دست دادیم، من کیپ اینونتوری رو فعال کردم. دوستان این وضعیت یعنی فاجعه، یعنی واقعا من نمیدونم چیکار کنم. توتم ورداش ما میده آخه اسکل. فعلا همین فانوس بده ما بریم. بچه‌ها واقعا نگاه کنین، این یارو بلاک گندم از همون میخوره، بعد با امرالداش میتونم سطل ماهی بخرم. آقا نجات پیدا کردیم، خدای شکرت بابا، دمت گرم. کل بازی رو تو نجات دادی، تو منو نجات دادی. درود به مرامت، درود به عظمتت، درود به هم بزرگیت، به جسارتت، به شجاعتت. کل پروژه رو بچه‌ها این بنده خدا نجات داد، وگرنه نزدیک بود ویدیو تموم شه. خب رفقا این هم از پورتال اند. یکم موقع ساختش کثیف بازی داشت ولی خب دیگه چاره‌ای نبود. الان واسه روشن کردنش هم یه ایده دارم. ببینید اینجا چوب میذاریم، بعد لاوا میذاریم پشتش، این طرف آتیش میگیره، بعد پورتال روشن میشه.
خیلی خوشگل. اصلا کیف کرده ترفندو. بریم ببینیم کجا اسپام میشیم. اینقدر بدم میاد من از این بایوم سولسن همش اسکلتون داره، گستم که هیچی. برای مشکل کمبود غذا هم میخوام یک زمین کشاورزی درست کنم. من از اون پلیجر اوتپوست چوباشو کش رفتم، چوب دارک اوک خیلی درش خوشگله، درش خیلی دوست دارم. برو بریم فورترس یکم بلیز راد جمع کنیم. آخه من آرمور اسب میخوام چیکار که 2 تا بهم میدی؟ داداش داشتم صندوقو چک میکردم، چه بی‌تربیتی تو. همینا رو داشتم ورمی داشتم ویدیو اسکلتون من کش. دوستان موقع ضبط ویدیو نور گوشیم کم بوده، شرمنده. یکم نور گوشیتون رو باید ببریم بالاتر. چه صحنه جالبیه، درگیری ویدر اسکلتون و 2 تا پیگلین. جدیه تنه همرزه. حتی یک دونه آهن ندارم که سپر بسازم کارم جلو اینا راحت باشه. با شمشیر سنگی دارم اینا رو میزنم. من تو دیگه خیلی بیکاری دنبال من میاد. از آشغال بودن شمشیر طلا همینقدر بگم که شمشیر طلا 4 تا اتک دمیج داره، شمشیر سنگی 5 تا. آخ جان آهن 4 تا 5 تا بود البته. ای ولی یکی دیگه. یک سر اومدیم بسشین اینجا رو هم لوت بکنیم، امیدوارم چیزای بهتری داشته باشه.
واه چقدر آهن، خدای شکرت. یک بلاک آهن دیگه، فول آیرون شدیم رفت. انشن دبریز وقتی دایمن نداری به چه درد میخوره؟ یک چیز جالب، پیگوینا از روی ماگما رد نمیشن. یکم باید اندرپل جمع کنیم. شما تشریف ببر اینجا، کارت دارم. یکم شانس دراپ شدن اندرپل کمه. بس دیگه، جمع کردیم بنداز کافی. اینم از فول آرمون آیرونی. خسته شدم از طلای آشغال. خوبه یه دونه یا فندرم بیشتر درست کردم. اندر دراگون اومدم سراغت.
چه جالب، یکی اصلا کریستال نداشت. این چراغ کلش کوچیکه. از دست این بابا لنگدراز من چیکار کنم؟ ای بابا چرا آرمورامو نشون نمیده؟ من آیرونیم. ممنونم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خیلی خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنین، کانال خودتون دنبال کنین. این کار واقعا به رشد کانال کمک میکنه و باعث میشه یوتیوب این ویدیو رو به افراد بیشتری پیشنهاد بکنه. مراقب خودتون باشین. تا یه ویدیو دیگه میبینمتون. خدا نگهدار.